سلام. شما برای حذف بک‌گراند یا پس زمینه عکساتون توی فتوشاپ بعد از اینکه عکس رو آپلود کردید قفل عکستون رو باز میکنید، یعنی با کلیک کردن روی قفل این قفل باز میشه. بعد از اینکه قفل باز شد با گرفتن کنترل جی یک کپی جدید از عکستون درست میکنید. تو لایه‌ای که کپی گرفتید حالا شما میرید وارد منوی سلکت میشید، تو اونجا سابجکت رو کلیک میکنید تا موضوع اصلی عکس رو فتوشاپ سلکت بکنه. حالا میاد توی این بخش پایین توی اد ماسک شما یک کلیک میکنید تا برای شما یه عکس نگاتیو اینجا ایجاد بکنه. حالا میاد روی لایه اصلیتون، بعد اینکه روی لایه اصلی کلیک کردی حالا میرید توی کریت نیو فیل اور adjust layer این بخش کلیک راست میکنید. بعد اینکه کلیک راست کردید میرید وارد هو میشید. وارد هو که شدید یه همچین صفحه‌ای و ابزاری میاد در اختیار شما قرار میگیره. اینجا که نوشته لایتنس، شما این گیره رو وقتی به سمت راست میبرید کل پس زمینه شما رو که سلکت شده بوده رو سفید میکنه. حالا شما برای اینکه اضافات این رو هم بتونید پاک بکنید و عکس تمیزی داشته باشید بایستی این سه تا لایه رو یکی بکنید تا بتونید از ابزار پاکن استفاده بکنید. برای اینکه این سه تا لایه یکی بشه شما میاد اینجا لیر، میاد توی فلتن ایمیج، این سه تا لایه همونطور که میبینید یکی میشه. حالا که یکی شد شما میاد روی قسمت پاکن کلیک راست میکنید، پاکن رو انتخاب میکنید. شما میتونید سایز پاکونتون رو اینجا الان 18 میتونید اضافه و کم بکنید، یعنی میتونید سایز پاکن رو بزرگ بکنید یا کوچیک بکنید به سایزی که میخواید و عکس رو هم شما اینجا میتونید بزرگ و کوچیک بکنید با ذره بین برای اینکه کیفیت بیشتری داشته باشه تو زمان پاک کردن. برای این هم که زمانی که عکس بزرگ شد اون رو جابجا بکنید تا بتونید همه جاشو ببینید دکمه اسپیس رو میگیرید. عکس رو میتونید با گرفتن کلید سمت چپ ماوس جابجا بکنید. حالا ما این بخش رو میخوایم اضافات رو حذف بکنیم، میریم روی قسمت پاکن کلیک راست میکنیم، پاکن انتخاب میکنیم، سایز پاکن هم که انتخاب کردیم درسته. حالا میایم موس کلید سمت چپش رو نگه میداریم و اون بخش هایی رو که اضافه هست رو با نگه داشتن انگشتمون روی کلیک سمت چپ موس پاک میکنیم. هر جایی هم که اشتباه کرده باشیم، اول اینجا من اشتباه کردم، کنترل زد که بزنید شما برمیگرده. حالا ما برای اینکه ببینیم این قسمت رو درست پاک کردیم میایم دوباره روی حالت زرد کلیک میزنیم، بعد فیت اسکرین میزنیم، میبینیم که این پیرن بایستی بازم یه سری تغییراتش انجام بشه تا شکل تمیزتر و بهتری داشته باشه. ما اینجا میریم روی حالت زردتر، این مقداری بزرگش میکنیم. حالا میریم روی پاکن، روی پاکن که رفتیم اینجا اینها به شکل اضافه پاک میکنیم تا یه آرمانی داشته باشه و فرمت مناسب داشته باشه. دوباره میریم روی زردتر به حالت منفیش یه مقداری کوچیک میکنیم ببینیم درست شد یا نه. میریم روی پاکن دوباره و اینجا دوباره یه مقداری که پاک میکنیم به خاطر اینکه فرم بهتری پیدا بکنه. پیراهنی که از فرم در اومده خاطر تکیه دادن به صندلی به نظر بهتر شد. حالا میایم دوباره فیت اسکرینش میکنیم، بازم به نظر باید پاک بشه. اصلاحات انجام میدیم. حالا دوباره با علامت ذره‌بین این قسمت ها رو بزرگ میکنیم ببینیم که بقیه جاها نیاز به پاک کردن داره. این کنار گوش باز دوباره بایستی با ببینید الان این علامت این آیکون مربوط به پاکن سایزش بزرگه، امکان داره این از گوشه ببره، سایز رو کوچیک میکنیم. حالا میایم دوباره اینجا
کلیک سمت چپ موس رو نگه میداریم، اینجا رو پاک میکنیم. حالا اسپیس رو نگه میداریم، با موس عکس رو میاریم بالا پایین، دوباره اینجایی که اضافه هست رو پاک میکنیم، میایم اینجا اضافات عکس رو پاک میکنیم، اینجایی که میخوایم اصلاحات انجام بدیم اصلاحات انجام میدیم. روتوشامون رو انجام میدیم. این همون کارهاییه که فتوشاپ کارا توی دوباره اسپیس رو نگه میداریم، دوباره اینجا زمینه‌ای که از پشت مونده بود و بقیه‌اش هم پاک میکنیم. اینجا یه مقدار دست من زیادی داخل رفت، دوباره باید حذف کنیم. برگشت زدم با کنترل زد. خب اینجا الان هر دفعه که پاک میکنید دوباره دستتون از رو موس بردارید که تمام حذفیاتتون توی که اگه اشتباه کردید با یه دونه کنترل زد بر نگرده، فقط اونجایی رو که اشتباه کردید اصلاح انجام بشه. خب الان من دوباره میرم روی ذره‌بین، دوباره میزنم فیتش میکنم، اینجا باز اضافه است باید بزرگ کنم، اسپیس رو میگیرم با موس میرم و میرم روی ابزار پاک کن، دوباره این اضافه ها رو میگیرم. شما هر چقدر عکس رو بزرگتر بکنید دقت پاک کردن بیشتر میشه. منطقه ما چون میخوام زودتر کارم تموم بشه با همین سایز کارم انجام میدم. اینجا حذفیت انجام شد. اینجا حالا دوباره اسپیس میزنیم، دوباره فیت اسکرین. خب الان تقریبا درسته، این چیزا نیاز به اصلاحات دیگه نداره. تنها کاری که باید بکنیم الان باید ذخیره رو انجام بدیم. حالا فایلمون رو به حالت JPEG میخوایم ذخیره بکنیم تا بتونیم ازش تو جایی که میخوایم استفاده کنیم. میریم روی فایل، روی سیو از ما درایومون سی انتخاب کردیم، روی مثلا یه فولدر یک درست کردیم، حالا یه اسم میذاریم مثلا براش ذخیره رو انجام میدیم. ببینیم تو حالت JPEG ذخیره میکنیم، JPEG یه اسمش میدیم، یعنی اینجا JPEG اسمش میدیم، بعد توی فولدری که میخوایم ذخیره میکنیم تو حد اکثر کیفیتی که داره. این 466 کیلوبایت ظرفیتش میشه حجم فایلمون. خب این ذخیره انجام شد. خسته نباشید، خدا نگهدار.